اگر بیت کوین رو اونطور که در دنیای کریپتو معروف شده طلای دیجیتال بنامیم، بی‌معنی نخواهد بود که طلا رو هم بیت کوین آنالوگ فرض کنیم که کماکان داره رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت میکنه و نگاه‌ها رو از دنیای کریپتو به سمت خودش معطوف کرده. بله، قیمت طلا اخیراً از مرز $3000 به ازای هر اونس عبور کرد و در لحظه تهیه این ویدیو اندکی بالاتر از $3300 ارزش داره. اونم درست وقتی که دارایی‌های پر ریسک به خاطر تنش‌های تجاری و شایعات مربوط به رکود اقتصادی در حال سقوط هستند. همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران تازه وارد به فکر بیفتن که آیا باید وارد بازار طلا بشن یا نه. اما خیلی‌ها قراره با واقعیت تلخی روبرو بشن، چون سرمایه‌گذاری در طلا برخلاف تصور عموم دردسرهای زیادی داره. از نگهداری و حمل و نقل گرفته تا امنیت و نقدشوندگی پایین. البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا همون ETF ها هم هستن که در واقع نقش واسطه‌ای رو بازی میکنن که پول رو از شما دریافت کرده و طلای شما رو به صورت اسناد کاغذی نگه می‌دارن. اما یه راه حل هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون طلای توکنیزه شده یا طلا در فرمت کریپتوکارنسیه. تو این ویدیو قراره بررسی کنیم اصلاً طلای توکنیزه شده چیه، چطوری کار میکنه، چه پروژه‌هایی الان پیشرو هستن و چرا ممکنه آینده سرمایه‌گذاری در طلا به این صورت باشه. من نیما هستم، با من همراه باشید. بعد یه دوره گذار هیجان انگیز در ریاست جمهوری ترامپ که باعث شد شاخص دلار آمریکا یا همون DXY حدود 10% رشد کنه، شاخص S&P 500 هم حدود 7.6% بالا بره و بیت کوین هم یه جهش 64% رو تجربه بکنه، حالا ورق برگشته. روند سعودی مربوط به ترامپ به محض برخورد با واقعیت اصلا پاشید. تو هفته‌های اول ریاست جمهوری ترامپ شاخص دلار افت کرد، S&P 500 سقوط کرد و هر دو به سطوح قبل از انتخابات برگشتن. بیت کوین هم بالغ بر 45% ریزش داشته. خلاصه ترس شدیدی بازار رو فرا گرفته و سرمایه‌گذارها با سرعت زیادی دارن از دارایی‌های پر ریسک فرار میکنن. و این یعنی چی؟ یعنی طلا داره روند صعودی پیدا میکنه. تو لحظه ضبط این ویدیو قیمت طلا توی 2 ماه گذشته تقریباً 17.5% افزایش داشته و البته مطمئن نیستیم که تازه اول دوران فرار از ریسک هستیم یا وسطاش یا شاید نزدیک به پایان. این موضوعیه که توی یه ویدیو دیگه باید بررسیش کنیم. ولی تا وقتی که این شرایط ادامه داره، سرمایه‌گذارها به دنبال راههایی برای ورود به بازار طلا هستن. اما برای کسایی که اعتیاد شدیدی به دنیای کریپتو دارن و طلای دیجیتال یا بیت کوینشون رو به جای گاف صندوق توی کیف پول دیجیتالشون نگه می‌دارن، طلا ممکنه یکم دور از ذهن به نظر بیاد. این تیپ سرمایه‌گذارها خرید طلای فیزیکی رو یه جورایی مثل بازگشت به قرون وسطا میدونن. پس قراره چیکار کنیم؟ با فرغون یه مش اسکناس بریم سمت طلا فروشی؟ احتمالاً نه. معمولا باید بری سراغ یه صراف یا شاید یه بانک. اگه بخوای مقدار کمی بخری احتمالا مجبوری سکه تهیه کنی، نشمش. برای سکه معمولا باید 5 تا 10% بالاتر از قیمت واقعی بازار پرداخت کنی. اگه بخوای شمش بخری داستان یه مقدار پیچیده تر هم میشه، چون محدود میشی به واحدهایی که موجودن. برای خریداران خرد اندازه‌های رایج شمشا از 1 اونس تا 1 کیلو هست. یعنی حداقل سرمایه برای ورود الان حدود $3300 و این اصلا برای کسایی که فقط میخوان چند صد دلار سرمایه گذاری کنن گزینه مناسبی نیست. اگه بخوای مقدار زیادی طلا بخری باید هزینه‌های انتقال، نگهداری و انتقال مالکیت رو هم در نظر بگیری و موقع فروش چی؟ باید یه خریدار یا صراف پیدا کنی که حاضر باشه ازت بخره. این فرایند میتونه زمان بر باشه و ممکنه مجبور بشی طلات رو زیر قیمت بازار بفروشی. نگهداری طلا هم داستان خودش رو داره. گذاشتن شمش طلا زیر تشک تضمینی برای یه خواب راحت نیست. میتونی گاو صندوق بخری، ولی واقعیت اینه که طلات احتمالاً توی یه خزانه اختصاصی خیلی امن‌تره. البته اجاره این خزانه ها هم برای خودش هزینه ای داره که به مرور زمان ارزش سرمایه گذاریت رو پایین میاره و البته هزینه های مرتبط با بیمه هم که جای خود دارن. خلاصه خرید یه تیکه فلز قیمتی میتونه دردسر بزرگی باشه که همه اینها باعث میشن که ورود به بازار طلای فیزیکی هم پرهزینه باشه و هم سخت.
حالا اگه قصد نداری خود طلای فیزیکیت رو نگهداری کنی، شاید صندوق‌های معاملاتی طلا یا ETF گزینه مناسب تری باشن. با سرمایه‌گذاری توی این صندوق‌ها شما در واقع طلا نمی‌خری، بلکه سهمی از یه ذخیره طلا که توسط شرکت‌هایی مثل بلک راک، ونگارد یا فیدلیتی مدیریت میشن به دست میاری. بسته به کارگزاری و شرکت ارائه دهنده، حتی ممکنه بتونی با $1 سهم بخری و بفروشی. سهم‌های ETF معمولاً به طور دقیق قیمت طلا رو دنبال میکنن. یعنی شما از نوسانات قیمت بهره مند میشی بدون اینکه لازم باشه نگران حمل و نقل یا نحوه نگهداری طلات باشی. ولی همچنان یه سری مشکلات هست. فقط در ساعت کاری بازار میتونه خرید و فروش انجام بدی و همچنان باید به یه واسطه یا واسطه‌های یا همون صرافا کارمزد بدی که بین تو و طلایی که به اسم تو قرار گرفتن. اما مقایسه طلای توکنایزد شده در برابر صندوق‌های ETF طلا، فکرشو بکن. اگه فقط یه راه ساده بود که بشه هر وقت خواستیم بدون محدودیت هر مقدار طلا که دلمون خواست بخریم، نگهداری کنیم و بفروشیم، اونم 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته و 365 روز سال. آیا این توقع زیادیه؟ طبیعتا نه. چون همونطور که اول ویدیو گفتم ما در حال حاضر همچین چیزی رو داریم و اسمش طلای توکنیزه شده است. طلای توکنیزه شده یکی از اولین و موفق ترین نمونه های انتقال دارایی فیزیکی به بلاکچین بوده. یه مدل سرمایه گذاری جدید که راحتی ETF ها رو با مالکیت واقعی طلا ترکیب میکنه. بدون واسطه های سنتی بازارهای مالی، بدون محدودیت‌های زمانی و بدون دردسرهای نگهداری طلا. درست مثل ETF ها، با طلای توکنیزه شده هم میتونی هر مقداری بخری. میتونی هر لحظه و هر جا که خواستی تو صرافی‌های متمرکز یا غیر متمرکز خرید و فروش کنی و تنها دغدغه سرمایه گذار اینه که بخواد تو کدوم کیف پولش نگهداری کنه و خب بهترین گزینه هم همیشه یک کیف پول دیجیتاله. از مزایای دیگه طلای توکنیزه شده نسبت به ETF ها اینه که دیگه لازم نیست به یک کارگزار پول بدی تا برات خرید و فروش کنه یا داراییتو نگهداری کنه. راحت خودت انجامش میدی با کنترل کامل روی داراییت. حالا ممکنه بگی ولی نیما جون، من توی محل کارم دارم با $2 ETF طلا از طریق بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری میخرم. چرا برم سراغ طلای کریپتویی؟ جواب اینه که شما همچنان محدود به ساعت‌های کاری بازارهای سنتی هستی. یعنی میتونی سفارش بذاری اما تا بازار باز نشه هیچ اتفاقی نمیافته و اگه بخوای سهم ETF طلا رو برای کس دیگه بفرستی ممکنه تا $100 فقط برای انتقال ازت بگیرن. و حالا برسیم به بحث مالکیت. آیا واقعا مالک طلایی هستی که توی اون ETF ها داری؟ واقعیت اینه که نه. چون ETF ها اوراق بهادار محسوب میشن و زیرساخت بازار اوراق بهادار تو بیشتر کشورها طوری طراحی شده که همه چی از طریق کارگزار انجام بشه. از نظر قانونی ممکنه مالک مستقیم باشی ولی در عمل نه. در نتیجه حتی اگه خرید و فروش رو از طریق اپلیکیشن ها و وبسایت هاشون ساده کرده باشن، ولی هنوز هم همون بازار سنتی قدیمیه، فقط با یه ظاهر جدیدتر. همچنان وابسته به یک کارگزار که برات خرید کنه، بفروشه و دارایی تو نگه داره. حالا سوال اینه چقدر میتونی به اون کارگزار اعتماد کنی؟ اگه یه اتفاق ناجور بیفته یا دولت تصمیم بگیره محدودیت هایی رو اعمال بکنه، خیلی راحت ممکنه دسترسیت به اون دارایی قطع بشه. اگه بازار بیش از حد نوسان داشته باشه ممکنه کارگزاری ها بدون اطلاع قبلی یه طرفه معامله رو محدود کنن. دقیقا همون اتفاقی که تو ماجرای سهام گیم استاپ تو ژانویه 2021 افتاد. وقتی کلی از کاربرای اپلیکیشن رابین هود هجوم بردن ولی اجازه معامله بهشون داده نشد و ظاهرا هم به خاطر فشار نقدینگی از طرف شرکت‌هایی که مسئول تصفیه حساب‌های مالی بین معامله‌گرها بودن اتفاق افتاد. اما این داستان یه ایراد بزرگ رو توی زیرساخت‌های بازار سنتی نشون داد. وجود واسطه‌های متمرکز که جلوی سرمایه‌گذاران خرد رو میگیرن. و دقیقاً به خاطر همین ضعف هاست که ما اصلا سراغ دنیای کریپتو اومدیم. درسته که توی دنیای کریپتو هم صرافی‌های متمرکز داریم و گاهی ممکنه که مشکلات مشابهی هم داشته باشیم. ولی در کنار اونها ما یه دنیای کاملا غیر متمرکز هم داریم.
جایی که بدون اجازه گرفتن از کسی میتونی به دارایی‌ها دسترسی کامل داشته باشی و هیچ کس نمیتونه بین تو و پولت قرار بگیره. اما پکسس و توکن پکس جی، برای اینکه بهتر بفهمیم طلای توکنیزه شده دقیقاً چیه، بیایید یه نگاهی بندازیم به یکی از پیشگام‌های این حوزه، یعنی پکسس. پکسس یه شرکته که از سال 2012 تأسیس شده و تحت نظارت مستقیم نهاد مالی ایالات نیویورک فعالیت میکنه. این شرکت منتشر کننده توکن یا به اصطلاح کریپتوکارنسی پکس جیه. یه توکن دیجیتال که به طور کامل با طلای واقعی پشتیبانی میشه و روی بلاکچین اتریوم ساخته شده. یه نکته خیلی مهم در مورد پکس جی اینه که طلایی که پشت این توکنه باعث میشه که هر توکن پکس جی که دارید دقیقاً معادل 1 اونس طلای واقعی تو خزانه‌های شرکت پکسس باشه. این طلا هم تو خزانه‌های رسمی بازار طلای لندن یا همون LBMA نگهداری میشه. برای اینکه دقیق‌تر بدونید، این طلاها از نوع اصطلاحاً لندن گود دلیوری هستن. همون شمشای استاندارد بین المللی که وزنشون بین 385 الی 415 اونس متغیره. به عنوان مثال، ارزش تقریبی یه شمش 400 اونسی تو زمان ضبط این ویدیو حدود 1,200,000 دلاره. حالا اگر بخواید توکن های پکس جی تون رو به طلای فیزیکی تبدیل کنید، میتونید از طریق سایت پکسس این کار رو انجام بدید. ولی یه شرط داره. حداقل باید به اندازه یه شمش کامل یعنی 430 توکن پکس جی داشته باشید. دلیلش هم اینه که وزن شمش ها یه مقدار متغیره و پکسس میخواد مطمئن بشه توکن هاتون کفاف یه شمش کامل رو میده. البته پکسس گفته که امکانش هست که مقدارهای کمتر رو هم از طریق فروشندهای طلا که باشون همکاری دارن به طلای فیزیکی تبدیل کنید. اما مشخص نیست که اون طلا هم از نوع همون استاندارد لندن هست یا نه. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که پکسس قرار نیست شمش‌های طلا رو خرد کنه تا مثلا شما فقط یه قسمت از طلا رو تحویل بگیرید. ولی تو دنیای دیجیتال توکن پکس جی تا 18 رقم اعشار قابل تقسیمه. یعنی میتونید حتی مقدار خیلی خیلی کمی هم طلا بخرید و بفروشید. از اونجایی که پکس جی یه توکن ERC20 محسوب میشه، میتونید اون رو توی هر کیف پول ارز دیجیتال که با اتریوم سازگاره هم نگهداری کنید. حتی میتونید توکن هاتون رو بین چند تا کیف پول مختلف پخش کنید برای امنیت بیشتر. حالا شاید بگید از کجا معلوم این طلا واقعا وجود دارن؟ خب پکسس هر ماه یه گزارش تاییدیه منتشر میکنه که توسط یه شرکت حسابرسی مستقل تهیه میشه. تا همین اواخر این کار رو شرکت اسمیت اند براون انجام میداد که یکی از 25 شرکت برتر حسابداری تو آمریکای شمالیه. ولی امسال پکسس کار حسابداریش رو سپرد به شرکت KPMG که یکی از 4 شرکت برتر حسابرسی دنیاست. اولین گزارش KPMG مربوط به 31 ژانویه 2025 که روی سایت پکسس منتشر شده و توش تایید شده که پکسس دقیقاً 22381 اونس طلا رو نگهداری میکنه و این دقیقاً به تعداد توکن های پکس جیه که در گردش هستن. و چون پکس جی یه نسبت 1:1 با طلای فیزیکی داره، قیمتش هم عملاً به قیمت لحظه‌ای طلا وصله. اگه نمودارهای لحظه‌ای طلا رو ببینید متوجه میشید که قیمت این توکن تقریباً هیچ وقت با طلا تفاوتی نداره. البته گاهی نوسان‌های ناگهانی توی نمودارها هست که بیشتر به خاطر کمبود نقدینگی تو صرافی‌های ارز دیجیتاله و نه از سمت پکسس. مثلا تو 13 اپریل پارسال قیمت پکس جی تو بایننس یه دفعه پرید به نزدیک 3300 دلار، در حالی که قیمت واقعی طلا 2342 دلار بود. این اتفاق هم دقیقاً بعد از حمله اول ایران به اسرائیل افتاد. نکته اینجاست که این جهش قیمتی فقط حدود 2 ساعت طول کشید و بعدش قیمت برگشت سر جای خودش. یعنی اگر سرمایه‌گذار مضطربی نیستید که با اولین خبر بد همه چی رو بفروشید، این نوسانات جای نگرانی خاصی نداره. ولی باید بدونید که توکن طلا هم میتونه گاهی دچار نوسانات غیر منتظره بازار کریپتو بشه. هر چقدر هم خرید و فروشش راحت باشه، عمق بازار و میزان سرمایه در گردشمون هنوز به اندازه بازار سنتی طلا نیست. بنابراین اگر قصد دارید مقدار زیادی توکن طلا بخرید بدون اینکه قیمت بازار رو تحت تاثیر قرار بدید، بهتر مستقیم از خود پکسس بخرید.
نه از یه صرافی ارز دیجیتال. درسته که پکسس برای این کار کارمزد میگیره، ولی احتمالاً کمتر از ضرری خواهد بود که تو صرافی ارز دیجیتال به علت افزایش سریع قیمت متحمل خواهید شد. و حالا نوبت میرسه به توکن XAUT از شرکت تتر و البته چند رقیب نچندان جدی دیگه. ما تا اینجا خیلی درباره پکس صحبت کردیم و خب حق هم همینه، چون اولین تلاش جدی و موفق برای توکنیزه کردن طلا توسط این شرکت انجام شد. ولی این تنها گزینه موجود نیست. اگه یه سر به سایت کوینگکو که مرجع ارزهای دیجیتال بزنید، میبینید که 17 رمزارز مختلف تحت عنوان طلای توکنایزد شده لیست شدن. جمع ارزش بازار این توکن ها در زمان ضبط این ویدیو حدود 1.88 میلیارد دلاره. نکته جالب اینه که بازار طلای توکنی شده برای اولین بار حدود 3 سال پیش تونست از مرز 1 میلیارد دلار عبور کنه. با اینکه قیمت لحظه‌ای طلا از سال 2022 تا حالا حدود 50% رشد داشته، اما بازار طلای توکنی شده توی این 3 سال رشد چشمگیری نداشته. شاید یکی از دلایلش بازار سعودی ارزهای دیجیتال باشه که باعث شد بازده بیت کوین تو سال 2023 و 2024 جذاب‌تر از طلا باشه. از اون 17 تا توکن 12 تاشون حجم معاملات 24 ساعتشون کمتر از $10,000. تازه فقط 4 تا از اونا به قیمت لحظه‌ای طلا وصل هستن. یعنی بقیه اصلا طلای توکنیزه شده واقعی نیستن. تو همین جمع کوچیک از 4 توکن واقعی هم رقابت اصلی بین پکس و XAUTه. XAUT توکن طلای تتره که فقط چند ماه بعد از ورود پکس به بازار تو سال 2020 عرضه شد. اگه نمودارها رو نگاه کنیم میبینیم که از سال 2021 به بعد این دو توکن علیه میزان سرمایه در گردش تقریبا شاخ به شاخ حرکت کردند. یه مدت کوتاهی XAUT جلو افتاد، ولی بعد از 2 سال پکس دوباره پیش افتاد. اما توی اکتبر 2023 تتر بالاخره تونست که از پکسس جلو بزنه و تا امروز هم جایگاهش رو حفظ کرده. البته اختلاف زیادی نیست، ولی ظاهرا این برتری از دفعات قبل پایدارتره. الان که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم، ارزش بازار XAUT حدود 750 میلیون دلاره، در حالی که پکس روی 650 میلیون دلاره. یه رقیب سوم هم اخیراً وارد میدون شده و تابستون 2024 روی کوینگکو لیست شده و الان هم ارزش بازارش از 250 میلیون دلار گذشته. البته هنوز تو هیچ صرافی بزرگی لیست نشده و حجم معاملاتشون هم خیلی پایینه. اسمش رو نمیگیم چون واقعا در حد بررسی دقیق نیست. و یه نکته جالب داره، تو سایت این پروژه نوشته شده که هر توکن نماینده یه اونس طلای واقعیه، طلایی که هنوز از زیر زمین استخراج نشده. درست شنیدید. پشتوانه این توکن طلاست، اما طلایی که هنوز توی دل طبیعته. شاید تو آینده یه ویدیوی کامل از این پروژه براتون بسازیم، اما بریم سراغ طلای واقعی در دسترس. تو دنیای طلای توکنایزد شده تنها رقیب پکسس همون تتره. هر واحد توکن XAUT هم درست مثل پکس معادل یه اونس طلاست. طلاهایی که از نوع استاندارد LBMA هستن و به صورت اختصاصی به هر توکن تخصیص داده شدن. شما حتی میتونید روی وبسایت رسمی تتر ببینید کدوم شمشه طلا به کیف پول شما تعلق داره، درست مثل پکس. ولی تفاوت اصلی در شفافیت ماجراست. تتر اطلاعات خیلی کمی درباره محل دقیق نگهداری طلاهاش ارائه میده. فقط گفته که طلاها توی یه خزانه تو سوئیس نگهداری میشن، ولی نه اسم نگهدارنده رو گفته، نه موقعیت دقیق اون خزانه رو. همینقدر مبهم. در مورد حسابرسی هم مقایسه تتر با پکس یکم خنده داره. تتر به جای اینکه از یکی از 4 شرکت بزرگ حسابرسی جهان استفاده کنه، رفته سراغ دفتر ایتالیایی شرکت بیدیو که یه شرکت مشاوره حسابرسی آمریکاییه. گزارش‌هایی را هم که منتشر میکنن فقط نظر کارشناسی هستن، نه حسابرسی کامل. و تتر سالهاست که به هر دلیلی حتی در مورد استیبل کوین USDT هم از حسابرسی کامل سر باز زده، که البته این هم میتونه موضوع جالبی برای ویدیوهای آینده‌مون باشه. البته اینجا نمیخوایم به سوء ظن در مورد تتر دامن بزنیم، ولی اگر واقعا دنبال طلای توکنایزد شده هستید، دلیلی هم نمیبینیم که XAUT رو به پکس ترجیح بدید. اللحاظ ساختار این دو توکن تقریبا شبیه هم هستن، ارزش بازارشون هم نزدیکه، ولی یکی کاملا شفاف و تحت نظارته
و اون یکی یکم مرموز و سرکش اگه بخوایم محترمانه بگیم. در پایان تنها چیزی که میتونم بگم اینه که تنوع در سبد سرمایه‌گذاری احتمالاً هیچ وقت برای هیچ کس ضرری نداشته و واقعاً وقتی صحبت بیشتر به سمت دارایی توکنیزه شده یا دیجیتالی میره و اینکه اینها ممکنه انقلاب بعدی در دنیای رمزارزها باشن، بد نیست به یاد داشته باشیم که یکی از قدیمی ترین دارایی ها یعنی طلا به طور موفقیت آمیزی توکنیزه شده و ممکنه راه رو برای توکنیزه کردن دارایی های دیگه‌ای مثل ملک و آثار هنری و خیلی چیزهای دیگه باز بکنه. اگر این ویدیو براتون آموزنده بود حتما دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. از همه شما بابت تماشای ویدیو متشکرم و به زودی دوباره